ببین چقدر این آقای شبیه توه؟ برادرته؟ نه این عمو بزرگمه. آره یادش بخیر همینجا رفته بودیم شمال، خیلی خوش گذشت. یعنی واقعا این خاطره شمال من اصلا یادم نمیره. خیلی همینجا بود، تو همین سفر کوسه عمومو خورد. یعنی مردن؟ نه خدا نکنه، این چه حرفیه؟ 2/3 خورد، 1/3 مونده. خب یعنی از کمر به بالا نداره، از کمر به پایین داره. آره تفلک الان عمو فقط 2 تا پاه، فقط هم. آره یعنی آره اینو بگیر که من راحت نشونه دادم. اون 2 تا پای اون وقت زنده است؟ آره دیگه گفتم که زنده است. آره ولی زنمون ازش جدا شده. خب این زنمون که ازش جدا شده، این زنمون گفت دیگه این به درد من نمیخوره. راستم میگفت. عمو الان رفته شمال، اونجا واسه خودش زندگی میکنه، ما هم یه وقتایی بهش سر میزنیم. خب بیشتر وقتا کنار ساحل پیاده روی میکنه. این 2 پایه عمو بزرگته، درسته؟ آره مدیری این عمو 2 پا میخواد بیاد دور امیر. این میاد یه هماهنگ کن بیاد بالا، یه تبلت بهش بدی. خب باشه